تنها بازیگر ایرانی که مادرش تو تنهایی ولش کرد ولی الان ماشین 13 میلیاردی سوار میشه. بهتاش فریبا به خاطر بازی بهرام افشاری بود که اینقدر به دل نشست. جالبه بدونی این بازیگر زندگی دردناکی داشته که هر روز یه تیکه‌ای ازش برملا میشه. وقتی که فقط 2 سالش بود مادرش ولش میکنه و این میمونه و پدر بیمارش. با اینکه سنش کم بود خیلی بیشتر از هم سن و سالاش میفهمید، چون اصلاً بچگی نکرد. هر روز پشت درای آی‌سی‌یو منتظر یه خبری از پدر بیمارش بود. وقتی هم که پدرش فوت میکنه تو سن جوانی به تهران میاد، ولی حتی 20,000 تومان پول کرایه ماشین رو نداشت. برای همین میره خون اهدا میکنه تا در ازای چند کیسه خون اهدایی 40,000 تومان بذارن کف دستش. وقتی که پاش رسید به سینما گفت اومدم که تا آخر بمونم و همینم شد. حضورش تو 3 فصل آخر پایتخت، رحمان 1400 و فسیل خوب نشون داد که واقعاً بچه با استعدادیه. انگار خدا این بشر رو آفریده که بگه آدمای بیکس و فقیر هم یه شانسی برای برنده شدن دارن. اگه شما هم عاشقشید قلب پایین و قرمز کنید.